در دوام 3 روز اخیر بر اثر گرمای طاقتفرسا در شهر جنوبی کراچی پاکستان کمش 65 نفر به هلاکت رسیده است. سازمان‌های حفظ اجتماعی منطقه این اطلاع را روز سه‌شنبه 22 می پخش نموده تاکید کردند که روزهای آینده حرارت هوا باز هم بلندتر خواهد شد و احتمال شماره قربانی‌ها نیز مطابق به آن افزایش یابد. گرما و انتقال نامنظم نیروی برق با فرارسی ماه شریف رمضان همزمان آمد. میخواستم بادبز برقی خرم ولی آن گران بود. زورم به همین آب پاشک رسید. روزه دارم و خوف دارم که در خانه برق نیست. فکر میکنم وقتی برگشتم بادبز برقی را روشن میکنم ولی آن حرکت نخواهد کرد. بر پایه گزارش‌های رسانه‌های محلی روز 21 می گرما به 44 درجه چنک سلسی مساوی شده احوال روزه‌داران کراچی را ناگوارتر کرد. فیصل ایدی که رهبر خزینه ایدی یعنی کارخانه مسئول سردخانه‌ها و کمک تعجیلی طبی در بزرگترین شهر پاکستان می باشد به خبرنگاران گفت اکثر فوتیدگان مردم کم‌بضاعت بودند. طول 3 روز اخیر به سردخانه های ما 160 جسد انتقال یافت. 65 نفر آنها از ضربه آفتاب هلاک شدند. خویشاوندان آنها با اشاره به خلاصه طبیبان محلی به ما گفتند که نزدیکانشان از ضربه آفتاب وفات کردند. حکومت در این باره شرح نشر نکرده است، ولی مسئول اداره بهداشت ولایت سندھ پاکستان فضل الله پیچوها در صحبت با نشریه انگلیسی زبان داون ابراز داشته است که تا حال یگان نفر از گرما و ضربه آفتاب به هلاکت نرسیده است. در کراچی تخمینا 15 میلیون افراد کم‌بضاعت به سر میبرند. بسیاری ها در تشویشند که گرمای سال 2015 هم تکرار خواهد شد. آن زمان بر اثر گرما کمش 1300 فرد سالخورده و بیمار به هلاکت رسیده بودند و در سردخانه ها امکان نبود جسدها را جای دهند.